چطور مطالب رو بهتر یاد بگیریم؟ این یکی از سوالاتیه که خیلی از دانش آموزا و دانشجو از خودشون میپرسن. یادگیری واقعی چطور اتفاق میفته؟ فقط مطالعه کردن کافی نیست. چون اگر اینطور بود همه ما به راحتی مطالب رو حفظ میکردیم. اما خیلی وقتا حتی بعد از چند ساعت مطالعه باز هم احساس میکنیم که چیزی یاد نگرفتیم. پس چرا؟ سلام، اسم من حامده. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون نیو ورژن. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما چنل منو دنبال کنید و بالا کامنت ازم حمایت کنید. بی معطلی بریم سراغ آموزش. ما دو مدل یادگیری داریم: یادگیری سطحی و یادگیری عمیق. یادگیری سطحی یعنی فقط حفظ کردن مطالب، اما یادگیری عمیق یعنی درک و مفهوم توانایی به کار بردن اون مطالب در شرایط مختلف. حالا چطور میتونیم یادگیری عمیق تری داشته باشیم؟ مورد اول، یادگیری از طریق تدریس کردن. یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری عمیق اینه که مطالبی رو که یاد گرفتی رو به زبون خودت توضیح بدی. فرض کن میخوای یه موضوعی رو به یکی از دوستانت توضیح بدی. اینطوری تمام تلاشت رو میکنی که تمام جزئیات رو به خوبی بیان کنی و همین کار بهت کمک میکنه که خودت هم بهتر درک کنی. مورد دوم، استفاده از نقشه‌های ذهنی. یک روش فوق‌العاده برای درک بهتر روابط بین مفاهیم مختلف استفاده از نقشه‌های ذهنی است. این نمودارها بهت کمک می‌کنن که مفاهیم مختلف رو به هم مرتبط کنی و یادگیریت ساختاری تر بشه. مثلا برای یک مبحث پیچیده میتونی از یک نقشه ذهنی استفاده کنی که در اون کلیدواژه‌ها و مفاهیم اصلی به هم متصل باشن. مورد سوم، مرور مطالب. یکی از نکات خیلی مهم در یادگیری اینه که مطالب رو مرور کنی. حافظه کوتاه مدت انسان خیلی سریع فراموش میکنه. پس برای اینکه مطالب به حافظه بلند مدت منتقل بشه باید چند بار مطالب رو مرور کنی. این مرورها میتونن از یک روز بعد، یک هفته بعد و حتی یک ماه بعد باشن. مورد چهارم، یادگیری فعال. یادگیری فقط یک مطالعه و خوندن نیست، بلکه فعالانه باید درگیرش بشیم. مثلا میتونی بعد از خوندن یک فصل خودت سوالاتی رو از متن ایجاد کنی و به این سوالات جواب بدی. این کار باعث میشه که یادگیریت عمیق‌تر بشه. خب امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم که چنل من رو سابسکرایب کنید و بالا کامنت ازم حمایت کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. خدا یار و نگهدارتون.